سلام علیکم، من علی نیکویی هستم و توی این ویدیو اومدیم با قسمت دوم آموزش مکعب روبیک. توی این قسمت باید دو تا فرمول بلد باشید که الان واسهتون پیش بیارم. سفید روبرو سمت راست، سفید روبرو سمت چپ. سفید روبرو سمت چپ رو بگم: بالا به راست، چپ بالا، بالا به چپ، چپ پایین. سفید روبرو سمت راست، بالا به چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. این از این تا فرمول و بریم سراغ ادامه کارمون. خب بچه تو این مرحله که برای این بالا درست کردیم و همه رو فرستادیم پایین، یه مثبت اینجا درست شد. اینا رو برای بعد حل کنیم. گوشه ها رو اینجا سفید روبرو سمت چپه، فکر کنید اینجاست. خوب اینی که نگاش کردیم، این کلاهش نگاه میکنیم. کلاهش همیشه وقتی سفید روبرو سمت چپه یا سمت راسته، کلاهش رو نگاه میکنیم. آبیه، میبریم سر مرکز آبی. حالا اینجا فرمول چپ رو میزنیم تا جا بیافته. میخوام لایه اولمون رو تکمیل کنیم، همینطور ردیف سفیدو. حالا اینجا سفید روبرو دوباره سمت چپ، کلاهش هم سبزه، سمت سبز ستش میکنم، فرمول چپ. اینجا سفید روبرو سمت راست، کلاهش هم آبیه، میبرم سر کلاهش ست میکنم سر با مرکزش. فرمول راست رو میزنم چون سمت راستمونه. اینجا یعنی سر مرکزش چون سمت راستمونه، فرمول راست رو میزنیم. این هم از این مرحله. و یه سری مشکلات هم وجود داره. مثلا نکنید سفید اینجا باشه، فکر کنید مثلا این حل نشده باشه، بسید این حل نشده باشه، حالا اینجا مثلا باشه، سر مرکزش نباشه. یه فرمول راست میزنم که بیاد بالا. اگه سمت راستمون بود، اگه سمت چپمون بود، فرمول چپ. اگه سمت راستمون بود، فرمول راست. ولی کلاهش رو نگاه میکنم، یعنی سر مرکزش حلش میکنم. حالا ممکنه سفید بالا هم پیش بیاد. سفید بالا مثلا اینجا سفید بالاست، نگاه میکنیم این دو تا رنگش رو. اینجا سبز نارنجی، یعنی سر سبز نارنجی همیشه تو ماشه ست نمیشن. اینجا مثلا نارنجی اینجاست، این میافته اینجاش، اینم اینجاش. اینجا سبزه، اینجا میافته. سه تا فرمول راست میزنم، جا میافتن. این هم از این آموزش. و توی آموزش بعدی قرار لایه‌های دوم رو تکمیل کنیم که اونم واسهتون زود میذارم. حیاتون نره، حتما کانال منو دنبال کنید، لایک بزنید، واسم کامنت بنویسید. همین چند دقیقه پیش واسهتون آموزش کلیه پوشم فرستادم، این تکنیک خفن بود، حتما برید اونم ببینید. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدیمون.